اگه شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که انگلیسی بلد نیستید ولی میخواین عکسای خیلی زیبا با هوش مصنوعی بسازید، حتما با من همراه باشید. به نام خدا به کانال الی انیمیشن خوش اومدید. با من همراه باشید تا بهتون یاد بدم چطوری بدون اینکه زبان انگلیسی بلد باشید بتونید با هوش مصنوعی عکسای بسیار زیبایی تولید کنید. اولین قدم برای ایجاد عکس با هوش مصنوعی اینه که برید به یکی از سایت‌هایی که هوش مصنوعی دارن، مثل سایت لئوناردو، سایت چت جی پی تی و سایت‌های خیلی زیادی هست که کم کم اگه وارد هیته هوش مصنوعی باشید یاد بگیرید که کدوم سایت عکسای خیلی قشنگ‌تری بهتون ارائه میدن. حالا من برای به عنوان پیشنهاد، به عنوان مثال میرم وارد سایت لئوناردو میشم، گزینه گت استارت رو میزنم، یعنی میگیم که وقتی که از گت استارت رو میزنیم وقتی میگیم که یعنی شروع کن به ایجاد عکس برامون. وقتی اینو میزنیم وارد این صفحه میشه. اینجا صفحه اولیه سایت لئوناردو هستش که با هوش مصنوعی عکسای خیلی زیبایی میسازه. اگه این صفحه رو یکم بیاین پایین‌تر می‌بینید که چه عکسای قشنگی ساخته شده فقط با استفاده از هوش مصنوعی. خب حالا چطوری تونستن این عکس‌ها رو بسازن؟ بچه‌ها وقتی که می‌خوایم با هوش مصنوعی عکس بسازیم، اینجا گزینه کرییت ایمیج کرییشن رو میزنیم. یه قسمتی برامون میاره که ما باید اینجا پرامپت بنویسیم. پرامپت چیه؟ یه سری جملات کوتاهی هست که ما با اون جملات کوتاه به هوش مصنوعی میگیم که برامون چه جور شخصیتی بسازه. بچه‌ها ببینید من اینا رو ساختم، این شخصیت‌ها رو قشنگ توضیح دادم بهش. گفتم که یه دختر 5 ساله باشه، اسمش فلان باشه، رنگ موهاش چجوری باشه، رنگ چشماش چجوری باشه، لباسش چی باشه. خب اینا رو اگه انگلیسی بلد باشید که خودتون خیلی راحت می‌نویسید. ولی حالا اگه بلد نباشید چیکار کنیم؟ دو تا راه حل وجود داره. یکی اینکه بچه‌ها میتونید برید سایت گوگل ترنسلیت، اونجا جملاتتون رو بنویسید براتون ترجمه کنه بیارید اینجا. یه دونه انجام بدید برای نمونه. مثلا بگیم که یه برام چی بسازه، یه پسر کوچولو با موهای قرمز فرفری و لباس و هودی مثلا میخوای و هودی سبز میتونیم بچه رنگ کفشش هم بگیم و کفش مثلا بنفش روشن. خب در چه حالی باشه این پسر؟ در حال مثلا کتاب خوندن باشه، کتاب خواندن. خب شما می نویسید براتون پرامپتش رو می سازه، ترجمه میکنه انگلیسی. الان این گزینه رو بنویسید کپی میکنه. دوباره برمیگردیم سایت لئوناردو، این قسمت تایپ پرامپت همونی که نوشته بودیم و پیست میکنیم. اینجا دیدید دیگه بچه کپی، این گزینه رو بزنید مینویسه کپی، یعنی کپی میکنه براتون، میارید اینجا پیست میکنه. چطوری پیست میکنید؟ میتونید راست کلیک بکنید گزینه پیست رو بزنید، پیست رو میزنید. بعد این قسمت هم میتونید ویژگی هاشو مشخص کنید که عکستون افقی باشه، عکستون عمودی باشه، سایزش چطوری باشه و چند تا عکس بهتون بده. خودش به صورت پیش‌فرض 4 تا عکس میده. میتونیم افق عمودش رو مشخص بکنیم و همه اینا که مشخص شدن جنریت رو میزنیم و یکم منتظر میمونیم تا برامون عکسایی که خواستیم رو ایجاد کنه. خب بچه اینا رو برامون ساخت. میبینید یه پسر با اون لباسی که با هودی که ما گفتیم سبز رنگ، کفشای بنفشه کم رنگ. خب اگه میخوای اینا به شکل کارتونی باشه، میبینی اینایی که برای من ساخته این پایین عکس این دختره به صورت کارتونیه ولی مال این پسر به صورت کارتونی نیست. میتونیم بیایم آخر پرامپتمون بنویسیم این کلمه رو حفظ کنید، هر جا خواستید براتون به شکل کارتونی بسازه تو هر کدوم از سایت‌های هوش مصنوعی اینو بنویسید 3D استایل پیکسار. منتظر باشید ببینید تفاوت این عکسی که ساخت و اونی که الان میخواد بسازه چیه. خب بچه دیدی تفاوتش رو؟ خب الان بریم سراغ روش دوم که گفتم بریم. روش اول این بود که اگه انگلیسی بلد نیستیم بریم با گوگل ترنسلیت کار کنید. روش دوم اینه که برید سایت چت جی پی تی. برای اینکه بریم سایت چت جی پی تی بهتره بچه بیاین اینجا چت جی پی تی رو بنویسید
تو قسمت ترنسلیت گوگل، سرچ گوگل. خب اینجا براتون اولینه که میاره همین مارک رو دقت کنید. نه این آرمو چت جی پی تی نوشته، اوپن ای آی، اینو بزنید خودش بره به سایت چت جی پی تی. خب وارد این صفحه میشید، اینجا استارت ناو میزنید یعنی شروع کن. اینجا بچه‌ها با هوش مصنوعی شما دارید صحبت میکنید تو سایت چت جی پی تی. هر چیزی که بخواید براتون مینویسه. مثلا اینجا نوشته مسیج، هر چیزی مثلا شما فارسی بلدید دیگه بنویسید سلام. خب صبر کنید براتون جوابتشو بنویسه. اونم نوشت سلام چطورید؟ لطفاً برای من این کاراکتر رو طراحی کن. خب حالا میگه که الان بگید ویژگی هاشو بگید تا من براتون کاراکتراتون رو طراحی کنم. میگیم میتونید بچه الان هر ویژگی هست، هر شخصی که مد نظرتون هست بدید. منتظر باشیم بچه خودش عکس درست میکنه برامون. خب همینی که خواستیم و برامون درست کرد. خب حالا اگه از عکسش خوشمون اومد چه بهتر ازش استفاده میکنیم. اگه خوشمون نیومد میتونیم بگیم که جمله بالای منو، جمله که بالا نوشتم رو به انگلیسی ترجمه کن. خب اینی که نوشتیم و بچه با انگلیسی براتون مینویسه. اینجا گزینه کپی رو میزنیم، میتونیم بیاریم همین سایت لئوناردو، قسمت پرامپت، دوباره اینو پاک کنیم و راست کلیک کنیم پیست بزنیم. آخرش هم گفتیم اگه میخوایم کارتونی باشه برامون، کارتونی بسازه چیکار کنیم؟ بنویسیم. یادتون بچه گفتم چی بنویسیم؟ بنویسیم 3D استایل پیکسار. خب جنریت رو میزنیم. خب بچه ها اونی که میخواستیم و برامون درست کرد، یه خرگوش با یه روباه و یه لباس سبز. خب بچه ها امیدوارم که از آموزشامون خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب بکنید کانال ما رو تا بتونید در آموزش های دیگه همراه ما باشید.